دوستان عزیزم سلام، خوش اومدید به درس سوم از سری آموزش‌های طراحی با کورل. من شاهین هستم و امروز میخوام با هم یک دستبند ساده و شیک طراحی کنیم که آماده برش با لیزر باشه. این آموزش مخصوص کسایی که دوست دارن کارهای ظریف و تمیز تولید کنن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب اول از همه کورل رو باز کردیم، صفحه جدید ایجاد کردیم. حالا میریم سراغ یک مستطیل که میتونیم اینجا انتخابش کنیم و اندازه دستبندی که میخوایم در بیاریم رو ایجاد میکنیم. دوستان این اندازه یک اندازه ذهنی از چرمه، یعنی شما چرمتون معمولا چرمایی که داریم 1 سانت، طولش هم حالا 20 سانت 22 سانته. اون چیزی که ما میخوایم روی چرم قرار بدیم یه تیکه طلاست. عرض اونو باید در بیاریم، طولش هم که خدمتتون جلوتر عرض میکنم. حالا طولش الان این چرممونه، طولش خیلی مهم نیست. حالا طولش رو میکنیم تقریبا 10 سانت. این یک شکل شماتیک از یه دستبند چرم. این مستطیلمون اندازه خود طلا میخواست باشه. ارتفاعمون 9 میل، عرضمون یه دستبند معمولی مردونه بین 3.5 تا 4 سانته. ما 3.8 یعنی 38 میل اندازه‌شو میزنیم. 9 در 38. برای نرم کردن گوشه های این مستطیل و زیبا کردنش و آسیبش کمتر خوردن به دست، ما میایم گوشه های، دقت کنید، بذارید از اول دارم، میایم گوشه هاشو گرد میکنیم به همین سادگی. این اندازه خوبه. برای یه کار با سلیقه شما باید به سلیقه خودتون طراحی کنید. حالا توی این مرحله من قراره یه اسمی داخل این طلامون، اینم قرار میدم شما دقیقاً ببینید که کجا قرار بگیره. این شد چرممون، اینم شد طلای روش. حالا این چرم که اینجاست، حالا بعضی چرممون دوخت داره، دقیقاً دوخت میاد میفته این گوشه، این کار خیلی قشنگ میشه. حالا ما میخوایم روی مستطیلمون یه اسمی حک کنیم. میایم از این قسمت تکست تولز رو میزنیم. من اسم خودم با اجازهتون مینویسم. اگه اجازه هم ندید دیگه ببخشید دیگه، من نوشتم. دبل کلیک میکنیم، کل اسم رو میگیریم، میایم اینجا فونتش رو تغییر میدیم. حالا فونت ها سلیقه‌ای، چون اسم قرار هک بشه زیاد روی فونت های خاص که بعضی از کارا نمیشه برش زد باهاشون، خیلی تاکید نمیکنم. حالا واسه هک شما یه کار سلیقه خودتون انتخاب. این کار قشنگه، یه خط کلاسیکه. واسه این کار که میخوایم هک رو توضیح بدیم قشنگه، نه اینکه خط مشکلی نیست به نظر من. خب این هکمون آماده است. فقط این بچه ها، این حالت خط ها، از این خط
حالا تو جلسه پیش گفتم اینو انتخاب میکنیم، کنترل کی رو میزنیم، از حالت خط در میاد دیگه، میبینید میشه یه حالت شی، یه حالت عکس میشه، یه دو بعدی میشه دیگه، از دستور خط خارج میشه. ببخشید چون تلفنم زنگ میخوره جواب بدم. بریم برای ادامه. ببخشید بچه، عرض کنم این شکل رو ما ایجاد کردیم. حالا میخوایم جادوخت درست کنیم برای این طلامون. جادوختمونم حالا میتونیم گوشهاش هم گرد کنیم و با گرفتن کلید کنترل C و V اینو دو عدد ازش در میاریم. خب حالا برای وسط قرار دادن این دکمه ای رو میزنیم که در مرکز. من همیشه این کار کردم. حالا یه کار محاسباتی هم داره، زمان بره. حالا من همیشه این کار کردم، آوردم وسط و با چپ و راست کردن این شیمون شمردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 آمدم داخل، درسته؟ خب الان این نگاهی میندازم میبینم اصلا این گوشه، خب اگه جا داشته باشه یه کم دیگه میبرمش، چون هر چقدر اینجا ظریف‌تر باشه شکننده تر میشه. خب بعد اینجا هم همینطور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اینور 20 تا بود که 2 تا اضافه کردیم شد 22 تا. خب حالا این قرار نخ ازش رد بشه، نمیخوایم این هم بزرگ باشه، اینا کوچیک‌تر میکنیم. ابعادشون هم میتونه بالا، دقت کنید اینجا ببینید ابعادشون. حالا قرار یه نخی ازش رد بشه. خب اینم دوباره اندازهشو با این یکی انجام میدم. کنید این چنده؟ الان اینی که یک و 25. خب این 1 0 5 1 و 25 تهش هم 8. خب الان این اندازمون 1 5 با این 15 شده هم. یکم میندازی اینجا این پشتی، یکم میندازی پشتی ابعاد دقیقا یک. خب الان که اینا رو کوچیک کردیم فاصله‌مون زیاد شد، میتونیم 1 2 3 4 5 6 7 تا برگشتیم، اینم 7 تا برمیگردیم 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا این شکلمون یک دست میکنیم، این هم دوباره میاریم رو دکمه ای رو میزنیم، جایگذاری اوکی. اینم حکمون. خب اینم که چرممون بود. حالا میخوایم اینو دوباره دکمه ای برمیگردونیم، چرممونه. اینم که پلاکمونه، اینم میاریم این گوشه. حالا فرق نمیکنه، من همیشه برای که آماده واسه برش میشه یا حک میشه اینم پاک میکنیم. میایم اینجا سیو از میکنیم برای حالا دستگاه. معمولا دستگاه برش من که باش کار میکنم این فرمت PLT رو راحت و EZCAT هم راحت تر. حالا یه سریا با DXF سیو میکنن، حالا من با این خیلی راحت ترم، با این سیوش میکنم، اسمش هم میذارم حالا تا این دستبند. با دستبند من سیو میکنم. بچه یه نکته اینجا، شما قبل اینکه برید رو اون حالت حتما خطتون رو هدلاین کنید، اینم هدلاین باشه. بعد دوباره همون مرحله سیو رو که بیاید اینجا رو همین دوباره میتونید سیوش کنید. میگه رو اون قبلی سیو کنم، شما میگید بله و بله. این الان دوباره میره روی برش
دستگاه برش و کار بریده میشه و بعد اینکه بریده شد کار پرداخت رو این انجام میشه. اینو پرداخت که زدید بعد روی چرم سوارش کنید، بعد حکش رو بزنید. اینطوری خیلی کارتون تمیزتر در میاد. واسه یادگیری کورل حتما صفحه منو دنبال کنید، قرار اتفاقای خوب بیفته. منو به دوستای خوبتونم معرفی کنید. ممنونم از تماشاتون.